سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش آمدید. امروز قراره که راجع به مقدمات بافت با 2 میل رو در خدمتتون باشم. برای این منظور لازمه که یه مقدار راجع به میل ها صحبت کنیم. میل ها در شکل ها و اندازه های مختلف هست. همونطوری که در قلاب بافی دیدید که قلاب ها شماره بندی بودن، میل ها هم شماره بندی هستن. بعضیاشون اینجوری به صورت ساده هست، در انتهاشون هم شماره داره، به این صورت حک شده هست شماره ها، میبینید. حالا ممکنه بلندتر باشه، ممکنه حتی کوتاه‌تر هم باشه، بسته به نوع اون بافت و کاری که شما میخواید انجام بدید میتونید میل رو از مغازه‌های مربوط تهیه کنید. یه سری از میل ها هم معروفن به 5 میل و اونا به این صورت تعدادشون 5 تا هست. اینا هم شماره بندی دارن. من الان شماره 2 رو 2.5 رو گرفتم و بیشتر برای بافت جوراب و خیلی چیزا میشه بافت ازش، ولی بیشتر خانم ها مخصوصا مسن ها با این 5 میل ها جوراب معمولا میبافن، ولی خب ما چیزهای مختلفی رو میتونیم با این ببافیم. اما بافت با 5 میل تکنیکش یه مقدار بافت با 2 میل فرق میکنه. خودش یه پروسه دیگه است، باید در 1-2 پست دیگه راجبش صحبت کنیم. بعضی از میل ها هم به صورت معروفن به میل گرد. خب چرا؟ چون انتهای این میل ها سیم وصل شده. حالا جنس سیم ممکنه پلاستیکی باشه، ممکنه مثل اینا سیم مفتول باشه. ارتفاع این سیم مفتول ها هم مختلفه. بزرگترین سایزش 120 سانت هست و کوچکترین سایزش مثل اینا 40 سانت هست. خب حالا اینا در موارد مختلف استفاده های مختلفی دارن. وقتی شما دونه هاتون خیلی زیاد هست، مثلا وقتی از یقه شما شروع میکنید هی دونه باید اضافه کنید، مجبورید که از میل های گرد استفاده کنید. انشالله اینا رو به مرور در پست های بعدی در خدمتتون هستم. اما حالا میخوام کلن شروع 2 میل بافی رو بهتون بگم. همونطور که ما در قلاب بافی کار رو از یه جایی شروع میکنیم و معمولا زنجیره میزنیم و با زنجیره کار رو شروع میکنیم، در 2 میل بافی هم باید دونه سر بگیریم. خب مثل همون زنجیره که سر میگرفتیم اینجا هم باید دونه سر بگیریم. اما سر گرفتن چه شکلی هست من الان میخوام بهتون بگم. خوب دقت کنید عزیزان مبتدی مخصوصا. برای سر گرفتن بعضی از عزیزان میان روی 2 میل سر میگیرن، بعضی از عزیزان میان روی 1 میل سر میگیرن، بستگی داره دیگه. ولی من پیشنهادم اینه که سعی کنید همیشه روی 2 میل سر بگیرید. چرا؟ چون وقتی ابتدای کار که میاد روی 2 میل یه مقدار فضا ایجاد میشه بین دونه ها و اون یه حالت کشسانی بیشتری به کار میده. خب یعنی اون ابتدای کار حالت کشسانی پیدا میکنه و مثلا وقتی تو یقه میخوای ببافی، اگر ابتداش صفر باشه و در انتها شل بشه، اون ابتداش از سر ممکنه عبور نکنه و اذیت کننده باشه. به هر حال اینا تکنیک ها و فوت های کوزه‌گری هست که در ادامه انشالله در پست‌های بعدی در خدمتتون هستم. اما برای سر گرفتن من سعی میکنم با 2 میل سر بگیرم. میام به اندازه‌ای که میخوام دونه سر بگیرم یه مقدار از نخ رو نگه میدارم اینجوری. حالا این که مثلا برای تعداد دونه هاتون چقدر نخ باید اینجوری اضافه بذارید، اینو انشالله در پست‌های بعدی حتما من بهتون میگم که چیکار کنید که خیلی اضافه نیارید یا کم نیارید. یا اصلا تکنیک های سر گرفتن به روش های مختلف دیگه هم هست. من الان امروز ساده ترین نوعش رو میخوام بگم که مبتدی ها بتونن کار رو شروع کنن. حالا همینجوری تقریبی یه مقدار نخ رو اینجوری اضافه میذارم، میام اینجای کار رو میگیرم. میبینید
اینجای کار رو به این شکل میندازم روی 2 میلی که دست چپم هست. حالا ادامه کار رو من باید انگشت شست و اشاره من رو ببرم بین این 2 نخ به این صورت. وقتی این 2 رفت بین 2 نخ، این 2 انگشت، ادامه نخ رو ببینید شل و وارفته است. برای اینکه از این شل و وارفتگی در بیاد، ادامه نخ میاد بین این 3 انگشت و کف دستم. میبینی 2 انگشتم داخل این 2 نخ هست، اما ادامه نخ بین 3 انگشت و کف دست من هست. خب بعد از اینکه این کار رو کردم، اینجا رو گرفتم، این انگشت رو میارم روی این نخ که از اینجا در نره، چون اولیه ممکنه که سر بخوره و در بره، مخصوصا برای مبتدیا. انگشت رو میذارم اینجا. حالا میخوام شروع کنم به سر گرفتن. برای شروع این نوک این 2 میل رو اینجا میبینید. نوک 2 میل میاد به سمت انگشت اشاره من، این شکلی میاد پشت انگشت اشاره من. ببین الان اینجاست، میاد پشت انگشت اشاره من. وقتی میاد پشت انگشت اشاره من، الان من از این زاویه بهتون نشون بدم. وقتی این میل میاد این سمت، این نخ به همدیگه میرسه، تقاطع ایجاد میشه، اینجا همدیگه رو قطع میکنه و همین باعث میشه یه حلقه دور این انگشت اشاره من ایجاد بشه. ببینید به این صورت، دیدی اومد سمت انگشت اشاره و اینجا یه حلقه ایجاد شد. حالا این میلی که رفته سمت انگشت اشاره از پشت این کار، از پشت این حلقه، ببینید از پشت این حلقه وارد این حلقه میشه. خب بعد این نخی که از انگشت من به اصطلاح رفته بیرون، اینو به این صورت میگیره، دور خودش میپیچه، این میلو میگم، این نخو میگیره دور خودش میپیچه و از همون مسیری که آمده خارج میشه. خب از حلقه خارج میشه. وقتی خارج شد این نخ اومده روی 2 میل، درسته؟ حالا این انگشت اشاره من از بین این حلقه خودشو میکشه بیرون، آزاد میکنه، میاد اینجا این نخ رو حرکت میده تا اینجا سفت شه. دیدی چجوری شد؟ یه بار دیگه این کارو میکنم. 2 میل من میره سمت انگشت اشاره، حلقه که ایجاد شد میره از پشت وارد حلقه میشه، میاد نخو از انگشت شست من میگیره به این صورت و از همون حلقه خارج میشه. وقتی خارج شد انگشت اشاره رو میکشم بیرون، میارم اینجا نخو میکشم تا این قسمت سفت شه. از این ساده تر دیگه نمیتونستم بگم واقعا. انشالله که گرفته باشین. من چند بار آهسته این حرکت رو انجام میدم. ببینید اینو میکشم که سفت شه. یه بار دیگه نخو از شست میگیرم، خارج میشم، این نخو اینجا رو میکشم که اینجا سفت شه. دیدی؟ همین حرکت رو به تعداد دونه هایی که میخواید انجام میدید تا تعداد دونه های سرگرفتتون با تعدادی که شما نیاز دارید یکی بشه. یه مقدار که دست یاد گرفتی دیگه سعی کن سرعت رو ببری بالا تا بتونی سریعتر سر بگیری. ببینید من توی چند ثانیه اینقدر تعداد دونه سر گرفتم. بعد از این تعداد دونه های سر گرفتت کامل شد، مثلا 100 تا، 90 تا، 50 تا، هر چند تا لازمت بود سر گرفتی، این انتهای کار رو اینجا یه گره میزنی. یادته توی قلاب بافی گفتیم گره خفت؟ اینم در از همون نقشو داره، یه گره خفته. خب حالا چجوری میخوایم شروع کنیم به بافتن؟ میایم یکی از این میلا رو از این انتها میکشیمش و از داخل دونه ها میاد بیرون. ببینید جدا شد، دیدی؟ حالا میایم چیکار میکنیم؟ این نخو این که هیچ میمونه اینجا که بعداً توی کار مخفی بشه. اینو میپیچیم دور انگشتمون. حالا یا اینجوری مثل قدیمی ها میپیچید یا اینکه جدیداً این کار رو میکنید. ببینید این کار
حالا من میپیچم که چون عادت کردم به اون وضع، میپیچم که مبتدیان اشتباه نکنن. خب حالا میخوایم شروع کنیم به بافتن. ما یه بافت رو داریم، یه بافت زیر داریم. خب برای این کار من الان زیر رو میخوام بگم، بافت زیر رو میخوام بگم. وقتی تو میخوای زیر ببافی، این نخ همیشه پشت این میله دست چپ توه. ببینید اینجوری جلوش نیست، اینجوری جلو نیست، پشت کار هست. خب این پشت هست. میام میل راستم رو وارد اولین حلقه از میل چپ میکنم. دیدی؟ اولین حلقه وارد میشم. این نخی که این پشت هست رو با این نوک میل اینجوری میگیرم و سعی میکنم از این حلقه‌ای که روی میل چپ هست درش بیارم. وقتی درش آوردم، این نخی که گرفتم میاد روی میل دست راست من. اینی که گرفتم توی دست راست من، کار رو میارم جلو. این حلقه‌ای که روی چپ بود از چپ خارجش میکنم. دیدی؟ حالا میرم نوک میل راست رو میبرم تو حلقه بعدی، بازم نخ میگیرم ازش خارج میکنم. وقتی اومد روی میل راست، اون حلقه قبلی از میل چپ میاد بیرون. به همین ترتیب تا انتهای رج نخ میگیرم و اون حلقه رو از چپ خارج میکنم. نخ میگیرم و حلقه از چپ خارج میشه. به این نوع بافت خانم عزیزان، همراهان گرامی، میگن بافت زیر. تا انتهای رج از زیر. وقتی میگن بافت زیر یعنی نخ همیشه پشت میل چپ ما قرار میگیره. خب به این صورت ببینید. بافت زیر رو قشنگ نگاه کنید. بافت زیر یه حالت گندمی به خودش گرفت، یه حالت گیس به خودش گرفت. حالا وقتی بالاتر که برید، این حالتهای زنجیره‌ای و حلقه‌ای و گیس بافت و گندمی شکل ما رو هم عمودی سوار میشه. حالا میخوام رو بافت رو بگم یا اصلا رج برگشت رو بگم. الان چجوری باید برگردم کار رو اینجوری برمیگردونم، دوباره نخ رو میپیچم دور انگشتم. این دفعه چون میخوام از رو ببافم، میام چیکار میکنم؟ نخ رو جلوی میل چپ قرار میدم. دیگه این پشت نمیبرم، میارم جلو. حالا تو رج اول ما اولی رو بافتیم، اما از رج‌های بعدی نیاز نیست اولی بافته بشه. همواره ما اولی رو نبافته میاریم روی میل راستمون. نخ جلو هست. حالا میخوام اینو از رو ببافم، میل از پشت دانه وارد دانه میشه. قبلا که میخواستم از زیر ببافم، از این قسمت وارد میشدم. دیدی؟ الان میخوام از اینجا وارد بشه و نخ جلو هست. نخ رو میگیرم. وقتی اومد روی میله راست من، اون دونه چپ خارج میشه. دوباره نخ میاد جلو. به این صورت نخ رو میگیرم، دونه چپ خارج میشه. نخ همواره جلو هست، دونه از چپ خارج میشه. تا انتها به این شکل از رو همه دونه ها تا انتهای رجمون از رو بافته میشه. نخ همواره جلو هست و میل از پشت دانه وارد دانه میشه و نخ رو میگیره و خارج میشه. ببینید خانوما، این ظاهر رو بافت ما هست. دست بزنید برجسته است. خب بعد انگار که یه دونه های بالا پایینی حالت موجی شکلی رو به خودش گرفته، یا خط تیره هایی هست که یکی روی یکی زیره، یکی از بالاتر یکی از پایینتر، یکی از بالاتر یکی از پایینتره و ممتد کنار همدیگه تا انتهای رج قرار گرفته. این رو میگن روبافت. ظاهرش این شکلی هست. اما زیر بافت ما ببینید گندمی ها یا گیس بافت ها یا زنجیره هایی که رو هم سوار شده. پس اگر شما خواستید یه بافتی رو ببافید، بعد یه ساعت بذارید کنار، دوباره برگردید، دیگه نگید که خدای من الان از رو ببافم یا از زیر ببافم. پس شما از ظاهر میتونید تشخیص بدید. ببینید
اون قسمتی که حالت گندمی شکل و زنجیره‌ای شکل یا حالت مدل بافت گیس رو هم سوار شده به صورت عمودی میشه زیر و شما باید اینجا رو زیر ببافید. اون قسمتی که برجسته هست زیر دستتون و حالت دوندون داره یا خط تیره های بالا پایین هست یا حالت موجی شکل داره، این میشه روبافت و شما باید این رج رو ببافید. عزیزان برای این پست تا اینجا فکر میکنم مطالب کافی باشه. انشالله که مفید واقع بشه و بتونید در کنار من دومیل بافی رو به صورت ساده یاد بگیرید. تا پست بعدی شما رو به خدا میسپارم.